ایران داره به یکی از بزرگترین بازیگران دولتی حملات سایبری تبدیل میشه. علت اصلی نگرانی و نکته مهمی که در این گزارش مایکروسافت هست کمیت این حملات و تعداد این حملات نیست، نوع و کیفیت این حملاته. تا اواسط 2022 اکثر حمله هایی که ما از گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی میدیدیم حملاتی بودن که قبلا دیده شده بودن و شناخته شده بودن، کدها شناخته شده بودن و میدونستیم که چه نوع حمله‌ای داره صورت میگیره. ولی در 17 حمله اخیری که افزایش پیدا کرده یک سری کدهای ابداعی هست و سیستم و روش‌ها و تاکتیک‌هایی هست که تاکنون دیده نشده و این مسئله اصلیه که در کنار این که توسعه پیدا کرده کشورهایی که بهشون حمله میکنن، زیرساختایی که بهشون حمله میشه توسعه پیدا کرده و گسترش پیدا کرده، در کنار اون این ابداع، نوآوری و استفاده از تکنولوژی جدید و مخصوصا هوش مصنوعی بسیار نگران کننده است که در این گزارش مایکروسافت قید شده. آقای فدایی به این هوش مصنوعی اشاره کردین. در بخش دیگر از گزارش مایکروسافت اومده که دفاع سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی هم افزایش پیدا کرده. در گزارش به افزایش همکاری‌های هکری تهران با مسکو هم اشاره شده. فکر می‌کنین این دست همکاری‌ها چقدر میتونه با توجه به توانایی‌های دفاعی غرب در مقابل حملات هکری و با توجه به تکنولوژی‌های هوش مصنوعی که در دسترس دارن، با توجه به ابزارهاشون، چقدر میتونه نگران کننده باشه برای غرب؟ متاسفانه و شانسی که جمهوری اسلامی آورده، کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون تعامل داره مثل روسیه و چین در این زمینه بسیار قوی و صاحب نام هستن و همیشه هم بودن، مخصوصا روسیه، و اینها میتونن کمک بسیار بزرگی باشن برای جمهوری اسلامی. با اینکه حتی دیده شده در یک سری از حملات اخیر رد پای دیگه از این دو کشور هم دیده نشده و هکرهای خود جمهوری اسلامی تونستن روش‌هایی رو ابداع کنن و ابتکار کنن که حمله کنن، ولی باز هم تعامل این سه تا کشور با هم بسیار بسیار نگران کننده است و اگر دسترسیشون به هوش مصنوعی ادامه پیدا کنه یا بتونن از تکنولوژی روز استفاده کنن، مسلما نه تنها در سیستم دفاعی بلکه در سیستم حمله میتونن ازش استفاده کنن. در سال گذشته وقتی مایکروسافت اومد گروه‌هایی که حملات IO میکردن در فضای مجازی رو شناسایی کرد و صفحات و پیجاشون رو بست، در گزارش خودش منتشر کرد و نوشت تمام این صفحات توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شده. یعنی ایران از این تکنولوژی هم داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه به حملات خودش وسعت بیشتری ببخشه. این واقعا نگران کننده هست.